امام زهری رحمت الله علیه میفرماید یکی از علمای توحید، یکی از علمای اهل سنت، امام بخاری رحمت الله علیه این سخنش را در صحیح بخاری نقل میکند. میفرماید من الله الرساله، الله لطف کرد، رسول فرستاد، رسالت فرستاد، پیامبر فرستاد. این لطف او بود، کرم او بود، رحمت او بود که برای ما پیامبر فرستاد. و من الرسول البلاغ، وظیفه رسول این چیز را قرار داد که تو مبلغ و مبینی، سخنان الله را برای مردم تبیین بکن، تفسیر بکن و برسان، این امانت را برسان، این رسالت را برسان. و علینا التسلیم، بر ما انسانها تسلیم، اتباع و اطاعت است که شنیدیم سخن الله و رسول را تسلیم، اونجا نیاییم شک و شکوک و شبهات ایجاد نکنیم که عقل نمیپذیرد، مذهب نمیپذیرد، قوم نمیپذیرد، حاکم نمیپذیرد و بزرگ نمیپذیرد، طریقت نمیپذیرد و میگه اینطور نیست. فانه ما سلم فی دینه، این سخنان امام طحاوی رحمت الله علیه، میگه سالم نمیماند در دینش احدی، این دینش ناقصه، سالم نیست، الا من سلم لله عز وجل و لرسوله صلی الله علیه وسلم، کسی که تسلیم الله و رسول بشود و رد علم ما اشتبه علیه العالمین، اگر جایی از کتاب و سنت نفهمید او را حواله بکند به الله و رسول، حق بداند او را بر الها، این سخنت حق است اما من معنایش نمیدانم، خود ندانم، علمش را به تو حواله میکنم اما او را حق میدانم. هر جای به بنبست گیر کرد، نفهمید، مشتبه شد بر او را با عقل خودش تفسیر نکند، اونجا اجازه ندارد که با عقل خودش تفسیر بکند، بلکه بگوید والله اعلم، الله بهتر میداند. اما من این را رد نمی کنم، قبول دارم، ایمان دارم به او، اما نمیخوام با عقلم او را تفسیر بکنم یا با عقلم او را رد کنم که عقلم نمیپذیرد، مذهبم نمیپذیرد. ای سلم لنصوص الكتاب و السنه، تسلیم نصوص کتاب و سنت بشود، ولم یعترض علیها بشکوک، و اعتراض نکند بر او، شک و شکوک ایجاد کند، شبهه ایجاد بکند، تاویلات فاسد بیارد، عقل را در مقابل او قرار بدهد، بگوید که عقل هر چیز را قبول نکرد ما باید او را رد بکنیم، عقل حدیث را قبول نکرد، عقل این آیات قرآن را قبول نکرد، عقل را بپذیریم، عقل الگوی ماست، اصل ماست، اصول ماست. اینطور نیست. همه چیزی از امور دنیا میبینیم، عقل را میبینیم، علم بشر را میبینیم، علما را میبینیم، فقها را میبینیم، صحابه را میبینیم، همه اینها انسانها اینها متابع حکم الله هستند، تابع رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، تسلیم به سخنان او باشند. به این میگویند اسلام.